شاید اینو ندونی، اما اگر ریزش موهات به این علت باشه باید کاملا قید موهاتو بزنی. ریزش موهایی که انتهاش نقطه سفید رنگ میبینی علتش هورمون مردانه بالا هستش که ممکنه توی آزمایش مشخص باشه یا ممکنه که نباشه و علائم فیزیکی که توی کپشن گفتم و داشته باشی که عامل اصلی تاسیه موهاست و دیر یا زود موهاتو کاملا تاس میکنه. درمان غلطش چیه؟ استفاده از قرصای هورمونی مثل فیناستراید یا دوتاستراید که آسیب جدی میزنه. اگر مرد باشی مردانگی تو میگیره و اگر خانوم باشی آسیب‌های شدید روحی میزنه. راه حل درستش چیه که دائمی و قطعی درمان بشه؟ باید ریشه مشکل رو پیدا کنی و متناسب با اون رفتار کنی. همین الان کلمه ریشه یابی رو برام کامنت کن که بهت بگم باید چی کار کنی. فقط قبلش حتما پیجم رو فالو کن که بتونم بهت پیام بدم.